سلام اسماعیل جان. سلام خوبی؟ خوبی سلامت. سلامت. اسماعیل جان ببخشید می‌خواستم یه خورده در مورد یه چیز صحبت کنیم. چیزی چطوری شده الان؟ چیزش چطوره الان؟ ببین چیزی که هست قبلا هم خیلی از دوستا به ما گفتن که در رابطه با چیز برای ما صحبت کن. این چیزی که هست اولا اینجا یه چیز بشه قبل از اینی که چیزیش بکنین. الان چیزی صافه. اصلا ما این خودمون چیزش کردیم. خمش قبلا این چیزش چیز بوده. اونجاش چیز بوده، ما اونجا اینا رو چیز کردیم. در رابطه با چیزم خیلی چیز کردیم. چیزی که هسته در رابطه با چیز من چیز بکنم اینجا حتما میاد چیز بشه. این طرفش هم همینطور چیز بشه. چیزو کجا رفت؟ الان بعضیا میتونن خودشون چیز درست کنن. الان یه چیزی اینجا بود، چیز بود که با چیز برداشتیم چیز کلی کردیم. چیز دستو گیر میاد میشه. اصلا خود چیزه. شما میتونین اول چیزش کنین. ها؟ بعد از چیز کردن ها؟ شما این چیزها رو اول چیزایی که چیز هسته باید خیلی چیز بشه. من خواستم کلا چیزش کردی یا نه؟ چیز کردیم. همه چیز اینه. نه خب ما اینا رو چیز کردیم. بله ما اول خب میگم اینا رو چیز کردیم. نگاه کنین. ها؟ این چیزی که خیلی چیز هسته این چیزه که شما باید چیز کنید. سعی من چیز بکنم. چیز میگی؟ سلام. من هم دارم چیز میکنم. یه دقیقه صبر کن تا من این چیزش کنم بعد چیز میکنم. جونم چی؟ نگذاشتی چیز کنیم. خب من دارم الان روش چیز میکنم. اتفاقا از صحابی هم دارم همه چیزهای شما رو چیز میکنم. انشالله که هر چیز زودتر بتونم چیزش کنم. خدا حافظ. خدا حافظ. صاحب ماشین بود میگه چیز کردی؟ گفتم هنوز دارم چیز میکنم. حالا داری چیزش میکنی؟ حالا چیزش کردیم ها. میگه کار برکنارم کردن. کلا کارم تعطیل شد. جدی میگه الان زنگ زد گفت کارم برکنار شد. من دید امروز جمعه دارم کار میکنم. دیروزم کار کردم. چیکار کنم؟ هدفون اینه که بتونیم چیز بکنیم. چیز نشه اینم چیز شد. چیزا مردم درست کنی. بریم جلسه.